You know what's sexy? Someone who makes promises and keeps them. اون اصل کاری رو بخون دیگه. اصل کاری کدومه؟ همونی که من نوشتم. این همه زحمت کشیدم واسش. بله. آها منظور 6 تا اصل زندگیه. بله. بله بریم. سلام. حالتون چطوره؟ من دینا هستم و اینجا قراره با هم 6 تا اصل زندگی رو با هم ببینیم چی نوشته. اینجا با اونجا یه کوچولو فرق داره. اینجا قراره من یه سری نکات بهتون بگم که هم تو کارتون و هم تو زندگی شخصیتون خیلی میتونه کمکتون کنه. اون جوجه اژدها هم بود اونور. سر کلش این برم پیدا میشه گهگداری. حالا این تیم قشنگ من یه سری تولید محتوا برای من کردن که اون جوجه اژدها الان اصرار داره که یکی از چیزایی که برای من تولید کرده رو من بیام به عنوان اولین ویدیو اینجا بخونمش. حالا منم با شما میخوام اینا رو تست کنیم ببینیم چی نوشته. به عنوان 6 اصل زندگی. این بچه هم رفته انقدر تحقیق کرده به این 6 تا اصل رسیده که ما اگه قرار باشه تو زندگی 6 تا اصل رو رعایت کنیم که پیشرفت کنیم، این 6 تا اصل چی میتونه باشه؟ بریم ببینیم. خیلی زحمت کشیدم روشا. اصل اول، قبل از اینکه دعا کنی باور داشته باش. ایمان داشته باش که به دستش میاری. آفرین. خوشم اومد. نه خوشم اومد. ایستاده تشویقم نمی کنی؟ ایستاده که نه ولی نشسته چرا؟ نشسته یه ذره تشویق لازم. بریم ببینیم اصل دو چی میگه. اصل دو میگه قبل از اینکه صحبت کنی گوش بده. یکم فکر کن. آفرین. گل گفتی. آفرین. خوشم. اصل سه خیلی خوب داره پیش میره. راضی ام ازش. اصل سه میگه که قبل از اینکه خرج کنی چی؟ در بیار. کی اینو نوشته؟ معلومه دیگه اینا رو کی می نویسه؟ اعتراف کرد. در بیار. چیا درارم؟ اینو درارم؟ دیگه هر شد که سلام میتونی در حال قبل از در. بریم اصل چهارم. قبل از اینکه بنویسی دوست من یکم فکر کن. این خود درگیری محض داره. میدونی خودش میگه تو بعدی میزنه خودشو ریشه. من رو کل اینا کلی فکر کردم. اینا همه فکر شده نوشته شده. منو دست کم نگی. فکر کرد. شما فکر کنین لطفا قبل از چیزایی که مینویسین. اصل پنجم، قبل از اینکه جا بزنی یکم سعی کن. یکم تلاش کن. یکم این گشادی رو بذار کنار. سر اعصابم و اصل ششم و آخرین اصل، قبل از اینکه بمیری لعنتی یه ذره زندگی کن. فهمیدی؟ اگه کتک نخورم و منو نمیزنی که متوجه شدم. خب پس راضیم ازت. بریم تا تولید محتواهای بعدی. من میبینمتون. فعلا تکونم نمیتونم بخورم. همینو ایستاده میری. ایستاده تشویقم کن. ایستاده میزنمت. این تولید محتوا. برای این هیجانش می‌خواستم رو پا راه برم و مثلا نه حالا با دست در حال حرکت الان سرم میتونم اکت داشته بزنم هیچی صورت. آره دست تو تکون بده. کانال انگیزشی باشه. یکی لنگی بچه همه ما انگیزه میگیرن. نمیذارن تکون بخورم. ای خدا.
مو درست کنه انگار دارم مثلا میگه یه دورم خاک تو سرت اینجوری میکوبه. هر وقت خواستیم بگیریم میگم دیگه. داری میگیری؟ با اجازه‌تون. بعد میگه که قبل از اینکه صحبت کنی گوش بده. کمی گوش بده. چی بگم؟ چی هم میگفتم؟ حتی شاید یه چیزایشو نگفتی. فکر کن. معذرت میخوام، فکر کنی اشتباهی شده. نوشته قبل از اینکه خرج کنی چیکار کن؟ در بیار. در دارم؟ اینو در دارم؟ نه وایسا. خب سومیش میگه که قبل از اینکه خرج کنی ها چی؟ در بیار. چی رو؟ کی رو نوشته؟ زرا کبود شدن. خوب رفتم خودم. سومیش بعد دقیقا چی؟ در بیار. چیه؟ خب بگم. آره بگو. بگم چی رو در دارم؟ نه خیلی نمیدونستم خودت میخوای بگی یا من بگم. خودت میخوای بگی. قبل از اینکه جا بزنی لعنتی یه ذره سعی کن. یه ذره تلاش کن. یه ذره گشاد نباش. یه چیزی یادم رفت بگم. نمیتونم در بودی یا نه بالاخره.